سرخط خبرها. گسترش روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو. ولادیمیر پوتین اعتبارنامه سفیر افغانستان در روسیه را تحویل خواهد گرفت. البته روسیه کشور همیشه دوست افغانستان است و مناسبات خوب دیپلماتیک با افغانستان دارد. اختلاف بر سر پذیرش پناهجویان افغان در سنای امریکا. دموکرات‌ها بر لزوم حمایت انسانی و پذیرش پناهجویان تاکید دارند. خودشان 70 یا 100,000 مهاجر به شکل درستش نمیپذیرد. تاکید سرپرست سفارت افغانستان در هند بر حل مشکل بازرگانان افغان. نور احمد نور اطمینان داد که به مشکل بازرگانان افغان مقیم هند رسیدگی خواهد کرد. و هشدار ایران از پیامد خطرناک حمله احتمالی امریکا به این کشور. عباس رقچی میگوید که تجربه های شکست خوردن نباید دوباره امتحان شود.